اون قدیم بود که شما میزدی رو شونه این مرد خاک بلند میشد. الان میزنی رو شونه این مرد پودر پنکیک حرکت میکنه. بزا خطرناکه. و دلیلش اینه که ما خیلی وقتها خیلی سریع دنبال مد میریم. چون صحبت از ابرو به میان آمد، یادتونه برای همه خانم‌ها یه زمان ابرو شیطونی مد بود. یادتونه این کنجش میرن پس کله تو بصر و نخام. چه غریب. بعد از اون ناخون شیطونی مد شده بود. یا خدا. یعنی در آینده ممکن بود ببینید دخترها سوار دسته جارو مثل جادوگرا، همه چی شیطونی بره برگرد. داشت. دیگونه رویای این مسئله زیبایی تو عروس عاشقت نداره تو رو نیاد اون روزی که بی تو به مالاست. ببخشید آهنگ تموم شد، من یه لحظه جوگیر شدم، صدا رو انداختم تو گلو. آهنگ عجیبیه، داره اشاره میکنه، میگه ای گل رؤیایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه. حالا عروسی کجا بود؟ باورتون نمیشه، یکی از اعیاد بود. من با صاحب چند تا از تالارهای تهران صحبت میکردم، میگفتن خدای بالا سر شاهد شب عید، عید قربان، عید قدیم، ما عروسی تالار خبری نبود. نیست، تموم شد. سن ازدواج جوونا در ایران از بس بالا رفته.